اینا برادران ای نماز رمضان سر شد. انا برادران این در مسکو نگاه کن. انا سلام علیکم برادران عزیز. اینا این در غریبی همراه یکی عبدالکریم جان مهمان یکی عبدالکریم شدیم. یک ضیافت تاجیکانه، نان تاجیکانه، اینا آذوقهای تاجیکانه، همه چیز تاجیکانه ماشاءالله. تا کلپچه‌های تاجیکانه در وطن عزیزم یا در غریبی هم. دوستان عزیز این ماشاءالله بهترین همراه آمد مادگی اما برادران خطی یک انا برادران عزیز ای نماز برآمده. اینا برادران برآمده سن ماشاءالله. اینا السلام علیکم دوستان عزیز. امیدوار هستم تنسیت خانه آباد هستین. اولا از رامی همه برادران غریب با مادرانی که در وطن با پدران با همه نزدیکان گفتنیم که از نام همه برادران غریب عیدتون مبارک. مادر جان و پدر جان و خواهر اپا جان و همه دوست و یار رفیق عزیز بگذار این عید یک عید شوه که در دل همه ما خرسندی، در دل همه ما مهر و محبت یک بار زیاد کنه. و ما دو عید داریم، یک عید رمضان و دیگر عید قربان. و از جانب مادران تاجیکستان گفتنیم که با کل مردم غریب که از نام خود از نام همه تبریک تون میکنیم برادر جان و علل خصوص خودمان در غریبی هم عید من مبارک شوه و بگذار خوشبختترین انسان باشیم. همه وقت در ذکر الله مهربان باشیم. ساق و سلامت خدای کنه که عید قربانه در وطن عزیز همراه مادر، همراه پدر، همراه زن، همراه فرزند، همراه همون نفرایی که طول 5 سال، 6 سال، 10 سال، 15 سال، 1 سال دیدگی نیستیم، همراه همونا گذرانیم. غریبی آخران غریبی ما شوه. الله نگهبان هر یک ما و شما دوستان عزیز. عید مبارک ای جانی من. این از تبریکات رایی که با نزدیکات. الله نگهبان تان. برادر جان بسین یک چیزی که بگم برام کسی که در مسکو یا لایک کامنتر ادرسش بنویسه حاضر وقت بیایم ایدگرده میکنیم که چند کس در مسکو ادرسش بنویسه. ما در طرف مترو مارینو براتسلاوسکی ام جی لوبلینو همین طرفیم. کو برادرها هر کدومی که در مسکو این ادرستون بنویسین در کجاین نزدیکتر باشین ان شاء الله سیویاز میبرم عید میخونتون. الله نگهبان تو شما مردم غریب. انتظارم در کامنتر یا لایک های شما را ادرس های شما را ببینیم چند برادر عزیز امروز رنگ ما در غریبی عید باور که هیچ نفهمیدم. در همین خونه نماز سحر خوندیم و میم یگان چیز نیست. بخدا زب عید وطنای زب عید وطنای همه تا انتظارم حد اقل در کامنتر بنویسین دل مو کمتر گرم شوه.